بنا به اطلاع پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز، مقامات حفظ حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان به حبس و مصادره مال و ملک لیدرهای غیر رسمی این منطقه مختار واقع در شرق تاجیکستان و صاحبکاران محلی سر کردند. مصادره مال و ملک لیدرهای غیر رسمی در پی عملیات ویژه است که در جریان آن دست کم 3 تن از لیدرهای بدخشان کشته و باقی مانده‌اش بازداشت شدند. بنا به اطلاع منابع پامیر دیلی نیوز، مقامات علاقه آسایشگاه‌های مربوط به طالب ایومبیکوف و خورسند مزاروف در موضع جالوندی را به حبس گرفته در خارق کارخانه نان مربوط به طالب ایومبیکوف، کارخانه گوشت مربوط به نصرالدین سبزعلیف و انبار مواد سوخت یا نفت بازه صاحبکار به نام قربانبیک را به حبس گرفتند. طالب ایومبیکوف روز 11 میلیون دستگیر گردیده، خورسند مزاروف روز 12 میلیون کشته شد. منابع پامیر دیلی نیوز همچنین خبر دادند که بعد صدور حکم زندان سلام امام نظرف، مقامات طبق این حکم در پی به فایده دولت مصادره کردن مال و ملک او از جمله خانه و مغازه و تالار ورزشیش در محله اوپیده شدند. پسر امام نظرف فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین 4 ماه پیش در فرودگاه دوشنبه هنگام بازگشت از ترکیه دستگیر و ماه ایون به 18 سال زندان محکوم شد. سلام امام نظرف که ماه سپتامبر سال 2021 در یک مناقشه با آدمان طالب ایومبیکوف تیر خورده بود در ترکیه تبابت می‌گرفت. درباره حبس و مصادره مال و ملک دیگر لیدرهای غیر رسمی هنوز خبری به دست نرسیده است، ولی منابع نزدیک به مقامات قدرتی تاجیکستان گفتند که تا کنون یگان مال و ملک ارزشمند محمد باقروف، یکی از لیدرهای از همه با نفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیدا کرده نتوانستند. البته بجز از یک خانه کونه در محله برخوراق و چند سر قطاس در نوع مرغاب که باقر در آنجا چندین سال فرمانده قسم حربی قشون‌های مرزبانی بود. عملیات ویژه به ضد لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان 11 میلیون سال 2022 با بازداشت طالب ایومبیکوف، منور شنبی و نیوشا گلوبوف آغاز یافتند. روز 12 ایون در جریان چنین عملیات در محله اوپده 2 لیدر غیر رسمی این قسمت خورسند مزار و زای رجبوف کشته شده. به دنبال دیگر افراد با نفوذ منطقه هم دستگیر گردیدند. ستاد بین اداره تامین امنیت و ترتیبات ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 16 میلیون اصابت داد که همه 12 لیدر غیر رسمی ولایت بازداشت یا به ضرر گردانیده شده، فعالیت آنها پرقطع کرده شد.